در حالتی که مشکلات زیاد است انسان چگونه میتواند امید و صبر داشته باشد یا که امید و صبر را از دست ندهد؟ یگانه منبع به آینده امیدوار کننده ذات ابرقدرت و کارساز و ولی و چاره‌جوی پروردگار بزرگ است. ایمان نباید ضعیف باشد. در این زندگی پرتلاطم انسانی یگانه منبع به آینده امیدوار کننده این پروردگار بزرگ است. ایمان به او باید بقوت باشد. چون آدم ناامید می شود نقشه دیگر میکشد، نقشه منفی میکشد. چون اگر به پروردگار ایمان سالم داشته باشد، اعتقاد قوی داشته باشد، هیچ نقشه منفی به ذهن نمیآید. کیست اون انسانی که در زندگی مشکلاتی مادی و معنوی، اقتصادی و اجتماعی یا سیاسی نداشته باشد؟ این خیلی انسان ولی تولد نشده است که مشکلات داشته باشد. کسی از عائلش پاش میخورد، کسی مثلا بستگان و پیماندانش از دنیا میگذرند، کسی که یک بار به پول و به مال میماند، قرضدار میشود. میلیون ها مشکلات در کمین ایستاده بر سر انسان هست. حیات انسان کلش امتحان است. در مقابل امتحانات مثلا خیلی سنگین و مشکلات هنگفت کی میتواند با آینده انسان را امیدوار کند؟ فقط پروردگار. ناامید نشو. خواهر و برادرانی هستند، پدر و مادر هستند که سالهای طولانی در بستر بیماری هستند، اما لفظ شکر از زبان اینا کنده نیست. همیشه شکرگزار هستند و کسی که اگر به عیادتشون برد بپرسد میگه خدا را شکر. این شکرگزار یک مقام خوب برای خودش در آینده آماده کرده است و هیچ وقت نقشه منفی در سر این برادر خواهر و در سر این پدر و مادر جا نمیگیرد. چرا؟ چون توکلش بر خدا مستحکم است. این ایمانش به قوت است و این ناامید نمیشود و همیشه تمام نقشه‌های منفی در سر انسان حساب ناامیدی میآید. صبور نیست، تحمل کردن نمیتواند. در بیماری، در فقر و کمبزاعتی، در جهالت، در وسوسه، در هنگامه‌های نادرست، در اتهامات‌ها، طعنه‌ها صبر کردن نتواند. اگر ایمانش ضعیف باشد به هر کلفتی دست میزند. برای همین بدان و آگاه باش که امتحان هر لحظه و هر ساعتی میتواند بر سر انسان بیاید. مهم نیست که از خاندان است بیرون از خاندان است. امتحان انسان امتحان شونده هست. برای همین پروردگار در سوره ملک میگوید که هدف آفرینش همین است که من تو امتحان میکنم کدام شما صبورتر، تحمل پذیرتر هستین، شکرگزارتر هستین. قناعت کن.